سلام به همراهان عزیز رنگ آرامش. شاید براتون سوال باشه چرا گفتم باید همو پیدا کنیم و با هم کامل شیم. خب ماها خیلی همو نمیشناسیم، اصلا غریبه ایم با هم. اما چرا باید همو پیدا کنیم؟ چرا با هم دیگه کامل میشیم؟ میدونین چرا؟ من باور دارم در حقیقت ما همه بخشی از یک کل هستیم. هر کدوم از ما با در نظر گرفتن و درک دیگری میتونیم به کمال خودمون نزدیک بشیم. تا وقتی نتونیم حال و شرایط دیگران رو درک کنیم، فقط به خودمون فکر کنیم، به جایی نمیرسیم و هر نوع پیشرفتی کاذبه. جدا از این، زندگی به همون نشون داده هر کدوم از ما تجربه هایی داریم که میتونه راهگشای بقیه باشه. مثلا شاید من تجربه‌ای داشته باشم که بتونه به شما کمک کنه و شما تجربه‌ای داشته باشین که راهنمای من باشه. به این شکل با درس گرفتن از همدیگه و همدرد شدن با هم میتونیم خودمون رو کامل کنیم و از اشتباهات و مشکلات تکراری دوری کنیم. عمر ما آدما، یا شاید حتی بتونم بگم که نه، قطعاً میگم عمر همه موجودات محدوده و حتی اینو میریم با هم توی یک ویدیو دیگه بررسی کنیم که کل موجودات رو در نظر بگیریم. پس بریم فعلا راجع به خودمون بگیم. عمر ماها محدوده و واقعاً ارزش اینو نداره بخوایم همه چیز رو خودمون تجربه کنیم، مخصوصاً وقتی میدونیم کسی قبلاً تجربهش کرده و نتیجه مثبتی نداشته. بعضی از این تجربه ها میتونن جسم و روح آدم رو فرسوده کنن و فرصتهای زیادی رو از بین ببرن. حالا شاید بعضیا بگن اینا که شعاره، همه بلدن شعار بدن، ولی بحث اینه که ما شعارامون رو بتونیم به هدف خودمون تبدیل کنیم. هر کسی یه چیزی میگه تو زندگیش که شاید یکی دیگه فکر کنه طرف داره شعار میده، اما هر کس خودش باید ببینه واقعا داره شعار میده یا اون شعارش شده هدف زندگیش، داره عملیش میکنه. مثلا چی؟ مثلا من خودم چه شعاری دارم تو زندگیم؟ این که هیچ وقت حسادت نمی کنم. آیا واقعا حسادت نمی کنم؟ این فقط شعار منه یا نه هدف زندگی منه؟ عملیه که توی زندگیم دارم. حسادت تو وجود منم قرار میگیره، همه احساسات توی وجود همه قرار میگیره. مهمه که چقدر بهش اهمیت بدین. مثلا وقتی من خشمگین میشم چطوری با خشم خودم مواجه میشم؟ حس خشم تو وجود همه میاد، اما یکی میگه من اصلا خشم نمیگیره من اصلا عصبی نمیشم. نه این که طرف اصلا خشم نیاد تو وجودش، اصلا عصبانیت نیاد تو وجودش، نسبت به همه چی بی تفاوت باشه، نه. ولی مهمه که وقتی اون خشم و عصبانیت میاد تو وجودش چطوری باهاش مقابله میکنه، چطوری توی وجود خودش حلش میکنه. مثلا حس حسادت میاد تو وجود من، میگه مثلا به این حسودی کن، به این حسودی کن، به این حسودی. برای چی این کار رو بکنم؟ با خودم فکر میکنم مثلا چه دلیلی داره که بخوام نسبت به یکی دیگه حسادت کنم، نسبت به هر چیزی. حالا هر کسی تو وجود خودش میگه. یا مثلا یه چیز دیگه که خیلی هم میگن اینه که ما جوونیم، میخوایم جوونی کنیم. اصلا یعنی چی؟ اصلا این جمله برام قابل درک نیست. جوونی کردن یعنی چی؟ یعنی هر کاری که در لحظه دوست داریم انجام بدیم، به تاثیرش رو آیندهمون فکر نکنیم؟ خب به نظرم مثلا منطقی نیست. تصور کنین کسی که درگیر انتخاب نادرست میشه، یا بهتر بگم درگیر انتخاب ها و آیندهش رو نابود میکنه، این فقط زندگی خودش رو حتی تحت تاثیر قرار نمیده. یکی از خودش برای خودش مهم نیست، دلیل نمیشه اطرافیان هم خودشون برای خودشون مهم نباشن. و اینکه طرف چون خودش چنین طرز تفکری داره و دلش میخواد یه انتخاب نادرست رو بره خودخواهی میکنه، دیگران رو هم در نظر نمیگیره. باز اینم حالا یه مقوله جدا میشه که با هم کلی صحبت میکنیم. منم معتقدم باید از زندگی لذت برد، از لحظهش استفاده کرد. اما جوونی اوج قدرت و انرژی مونه. من خودم هنوز جوونم، تو همون اوجم، همون جایی هم که باید کلی کار کنم، کلی درس بخونم، کلی آینده‌مو بسازم، در عین حال از زندگیم لذت ببرم.
یعنی زمانی که بهترین فرصت رو برای کار، درس و ساختن آینده داریم. البته نه طوری که به خودمون صدمه بزنیم و در استرس و کار شدید غرق بشیم. نه، اینم به هیچ وجه درست نیست. میدونین این مورد رو واقعا با تمام وجودم درک میکنم. خودم در سالهای بیش از حد خودم رو تحت فشار و استرس شدید قرار دارم که واقعا هم اشتباه بود. اصلا ارزش به خطر انداختن سلامتیمو نداشت، سلامت روحم، جسمم اصلا ارزش نداره. همونطوری که میگیم خب زندگی 2 روزه، چرا خودمون رو تحت فشار قرار بدیم؟ یا مثلا برعکسش هم میشه گفت، یکی میگه زندگی 2 روزه چرا خودمون تحت فشار قرار بدیم، یکی میگه آدم باید به فکر آیندهش باشه، عمرش رو درست استفاده کنه، مثلا آینده نگری بکنه. ولی هر کدوم اینا باید تعادل رو رعایت کنن. یعنی نباید از اونور بوم بیافتیم. مثلا به خاطر اینکه میگیم نباید خودمون رو تحت فشار قرار بدیم، گاهی میبینیم بعضیا یک دفعه همه چیز رو رها میکنن. به بهونه چی؟ بهونه های واهی. از همه چیز دست میکشن چون فقط برای مدت کوتاهی یا اصلا طولانی تحت فشار بودن. قبول دارم سخته، یه وقتی اصلا پیدا کردن این که خودش آدم رو پیدا بکنه، راهش رو پیدا بکنه، حالش رو خوب کنه طول میکشه، اما اینم غیر منطقیه. خیلی ها فکر میکنن پیدا کردن مثلا راهشون رو که الان دارن بی خیال همه چی میشن، یا خیلی به خودشون سخت میگیرن، یه بار افراط یه بار تفرید. ولی نه، اینجا اونجایی که دقیقاً گمراه شدن، نه اینکه خودشون رو پیدا کرده باشن. ما باید از اون روزا درس بگیریم، باید به تعادل برسیم و مسیرمون رو ادامه بدیم، نه اینکه یه بار افراط یه بار تفرید. نمیشه، وگرنه یه دفعه به سنی میرسیم که جبران کردنش خیلی سخت میشه. البته طبیعیه که گاهی اوقات نیاز داریم بعضی چیزها رو کنار بذاریم و زمان بیشتری رو به تفریح اختصاص بدیم. اینجا دقیقاً اونجاییه که خودمون رو خیلی تو فشارهای مختلف قرار دادیم. نه الزاماً برای درس، برای کار، هر شرایطی که باعث اون فشار برای ما شده. اصلا چنین جایی ما باید یکم تفریح کنیم، به سلامت و جسم و روحمون فکر کنیم، به خودمون برسیم، خودمون رو اولویت قرار بدیم. کسی که دائم داره درس میخونه فکر میکنه آیندهش با درس ساخته میشه. کسی که دائم داره کار میکنه فکر میکنه آیندهش با اون کار و با اون پول و اینها الزاماً ساخته میشه. یعنی خودش رو تو اولویت قرار نمیده. کسی که خودش رو تو اولویت قرار میده میگه من اگه قرار این درس رو بخونم برای کیه؟ برای خودم. پس من نباید با درس صدمه ببینم. کسی که داره کار میکنه که پول در بیاره میگه برای کی دارم این کارو میکنم؟ برای خودم که در رفاه بیشتری باشم. پس نباید به خودش صدمه بزنه. و آره دقیقاً در اونجور مواقع، در اینطور مواقع لازمه که آدم یه وقتایی رها کنه یه سری چیزا رو. مثل کسی که یکم مرخصی میگیره، یکم برنامه‌ریزیشو عوض میکنه، یا میگم توی هر شرایطی که هر کسی هست بر اساس اون شرایطش یک تغییری در برنامه‌اش ایجاد میکنه. میگه یه هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه میرم استراحت میکنم. اصلا شاید یکی برای 1 سال حتی. یعنی دیگه در نهایت بعد اون 1 سال یا هر زمانی که هر کس برای خودش اختصاص داده و حالا با مشورت و مشاوره و اینا، یا نه زمان حتی با کس دیگه‌ای، با درون خودش میتونه درون خودش رو بفهمه، برای خودش برنامه‌ریزی کنه، چه زمانی برای خودش بذاره، یکم از همه چیز جدا بشه و اون استراحتی که لازم داره رو انجام بده. اما حتی این کار رو که ما میکنیم برای اینه که خودمون رو ما دوباره پیدا کنیم. اگه یه مدت خیلی سخت میگرفتم، به خودم بیام که بسه، اون که تو اولویت خودمم، نه کارم، نه درسم، نه یه سری روابطم، نه یه سری دوستام، که واقعا باز اینم یه مقوله جدا است. هر چیزی اصلا دنیای خودشو داره. شاید تو یک ویدیو نگنجه اگه بخوایم راجع به همه چیز صحبت کنیم، خیلی پراکنده بشه بحث، ولی انشالله به مرور همه صحبت ها رو با هم میکنیم، با هم در میون میذاریم، درد و دل میکنیم، از تجربیاتمون میگیم، به هم کمک میکنیم، یا شاید این حرفا یک تلنگری بشه برای فکر کردن، برای اینکه فکر کنیم ما الان کجای زندگیمونیم تا بتونیم زندگیمون رو بسازیم، هدف واقعیمون رو کشف کنیم. اگر دوست دارین با هم اینطوری در ارتباط باشیم، با هم صحبت کنیم، با هم تعاملمون رو پیدا کنیم و شاید کمی آرامش، شاید دور شدن از لحظه های سخت،
واقعا سخت، بعضی خیلی لحظات سختی رو دارن و اینو بگم که خیلی وقتا شاید یکی فکر کنه وای چقدر تو سختی بیش از حدیه، ولی یکی دیگه هست که نسبت به اون تو سختی بیشتریه. ولی هر کسی، هر چیزی، هر مسئله‌ای که داره برای خودش سخته. شاید یک مسئله برای سخت نباشه ولی برای یکی دیگه اون مسئله سخت باشه. الزاما به تحمل کردن افراد هم بستگی نداره، به این بستگی داره که چه چیزی برات مهمه چه چیزی نیست. بعضی تحمل ندارن که بخوان شرایط سخت رو طاقت بیارن و براشون همه چی سخت میگذره. بعضی تحمل و صبرشون بیشتره ولی این فقط یک جنبشه. من بسیار اینو دیدم، حتی برای خودم خیلی پیش اومده که مثلا من روی یه چیزی ناراحت میشم، یکی دیگه مسخره‌ام میکنه که تو چرا برای چنین چیزی ناراحتی؟ خب برای اینکه اون مسئله برای من مهمه. اگه برای شما مهم نیست، شما برات پیش بیاد ناراحت نمیشی، دیگه اینو خودت میدونی. یا مثلا بعضی هم البته اینطوریان که خودشون تو اون شرایط قرار نگرفتن، نمیتونن درک کنن. بعضی هم تو اون شرایط قرار گرفتن، خودشون هم ناراحت شدن ولی دیگران رو نمیتونن درک کنن. همه چیز برای دیگران مسخره به نظر میاد ولی برای خودشون خیلی مسئله اساسی و مهمیه. کلی حالت مختلف از کلی آدمای مختلف، اخلاقیات مختلف و کلی بحث‌های زیاد که انشالله اگر بتونیم با همون ارتباط رو بگیریم و من این کانال رو ادامه بدم برای تولید محتوا و اون چیزی که تو دلمه و واقعا دلی شروع کردم بتونم بهش برسم و به اون هدفی که آغازش کردم برسم، راجع به تک تک چیزا با هم صحبت میکنیم. من اولین کانالیه که دارم میزنم، مثلا کلا توی فضای مجازی هیچ فعالیتی نداشتم و برام خیلی سخت بود اینطور صحبت کردن، اینطور تعامل گرفتن، اینطور شرایط رو ایجاد کردن. ولی پا گذاشتم رو همش، گفتم حالا که به دلم افتاده الان وقتشه. چه اشکالی داره؟ منم دوستای زیادی پیدا میکنم، با آدمهای زیادی ارتباط میگیرم، کلی چیزی یاد میگیرم، با هم صحبت میکنیم، داستانهای زندگیشون رو میشنوم، برای بقیه میگم، شاید به درد بقیه هم بخوره. هر دفعه یک موضوع و نمیدونم واقعا این اتفاق بیفته که بشه یا نه، ولی دیگه پا تو این راه گذاشتم، توکل کردم و گفتم هرچه باد و امیدوارم هرچه زودتر اون جامعه هدف خودم رو پیدا کنم، حتی اگر تعدادشون کم باشه. بحث اینه که من به هدفم برسم، آدم‌هایی که باید اینجا رو پیدا میکنن و مطمئنم با هم آشنا میشیم. حالا این مسئله بماند، کلی حرف زدم. همیشه یه سری سوال آخر ویدیوها میپرسم، مگر اینکه شما دوست نداشته باشین این کار نمیکنم. یه سری سوال میپرسم، راجبش حرف بزنیم، شما نظراتتون رو بگین بهم. حتی ایمیلم هم میذارم، بهم ایمیل بدین راجب کلا صحبتایی که میکنم بهم نظر بدین یا سوالایی که کردم رو جواب بدین. اگه میخواین حالا به طور ناشناس اون پیامتون رو بفرستین که کلا هیچکس کامنتتون رو نبینه، یا کامنت بذارین برام حتما لطفاً، تا با هم در تعامل باشیم و به نتیجه قشنگی برسیم. من اینجا رو واقعا خیلی دوست دارم. تو ویدیو قبلی من اینها رو گفتم ولی فکر کنم از من آخر هر ویدیو اینا رو میگم. مطمئنم ما میتونیم کلی از هم یاد بگیریم و با هم رشد کنیم. خب یادم نره سوالا رو بپرسم. من خودم خیلی به این چیزا فکر میکنم، حتی بعضیا به این چیزا میگن جبر، به صورت جبر هست که ما مثلا در ایرانیم، جبر جغرافیایی و اینها، ما انتخاب که نکردیم اینطوری بشه ما اونطوری باشه. برای همین اینا ذهنم رو درگیر کرد. به نظر شما ما چرا به عنوان یک زن یا مرد پا به این زندگی گذاشتیم؟ خب ما تو این ویدیو صحبت کردیم هدف واقعیمون رو کشف کنیم. خب رسالتمون چیه؟ اصلا هدف اصلیمون چیه؟ چرا مثلا تو ایران بودیم؟ چرا تو چنین خانواده‌ای؟ چی باید یاد بگیریم؟ به چی باید برسیم که برمیگرده به اون هدفه؟ منتظر جواب‌های ارزشمندتون هستم. هر جا که دوست دارین، توی کامنت، ایمیل یا هر دوش خوشحال میشم. مرسی که امروز همراهم بودین. یادتون باشه حتی توی شلوغ‌ترین روزا یه رنگ، یه نفس یا یه فکر قشنگ میتونه همه چیزو عوض کنه. تا ویدئوی بعدی مراقب حال دلتون
باشین و با آرامش بدرخشین.